به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. در جلسه امروز رسیدیم به صفحه 28 کتاب Practical English، انگلیسی کاربردی، که در مورد این هست که مورد اول buying a coffee، قهوه خریدن، و در قسمت کلمات هم telling the time، گفتن زمان. خب پارت اول عنوانش هست vocabulary، کلمات، telling the time، گفتن زمان. یه دونه عکس ساعت گذاشته، گفته که look at the clock، به ساعت نگاه کنید. what time is it، ساعت چنده. خب ما برای اینکه گفتن ساعت رو به صورت کامل یاد بگیریم باید بریم سراغ تمرین B که بهمون گفته مراجعه کنیم صفحه 157 به vocabulary بانک کلمات. پس بریم به صفحه 157. در این صفحه توی تمرین اول بهمون گفته که match the clocks and phrases، ساعت ها و عبارت ها رو به همدیگه متصل کنید. 9 تا ساعت داریم و اینجا 9 تا عبارت. اگر شما اعداد رو به انگلیسی بلد باشین باید طبیعتاً بتونید این تمرین رو با یه خورده فکر کردن بعد بتونید که انجام بدید. عددها رو که به طور کامل توی جلسه قبلی با همدیگه یادشون گرفتیم. پس قبل از اینکه من این ساعت‌ها رو براتون بگم و عبارت‌ها رو بخونم، شما توی کتابتون تمرین رو حل کنید، بعد از اون با من چک کنید ببینید درست انجام دادید یا نه، و فایل صوتیش هم که بعد از توضیح دادن براتون میذارم. جمله اول نوشته که It's 6:15، ساعت 6:15 است. شما اینو به یه صورت دیگه هم میتونید بگید که اسلش گذاشته و اون مدل از گفتنشو نوشته It's a quarter after 6، یه ربع بعد از 6. پس شما این ساعت ها رو میتونید به دو صورت بگید، یکی این که بگید 6:15 یا این که بگید یه ربع بعد از 6. شماره دوم It's 6 o'clock، ساعت 6 دقیقاً. o'clock یعنی ساعت. جمله شماره سوم It's 6:45، ساعت 6:45 است که به یه صورت دیگه هم میتونید بگید It's a quarter to 7، یه ربع به 7. جمله چهارم It's 6:10، 6:10 است، یا اینکه It's 10 after 6، 10 دقیقه بعد از 6. جمله بعد It's 6:55، ساعت 6:55 است، یا اینکه It's 5 to 7، 5 دقیقه به 7. جمله بعد It's 6:35، ساعت 6:35 است، یا اینکه It's 25 to 7، 25 دقیقه مونده به 7. جمله بعد It's 6:30، ساعت 6:30 است، یا اینکه It's 6:30، نیم ساعت از 6 گذشته. جمله بعد It's 3 minutes after 6، 3 دقیقه از 6 رد شده یا گذشته. و جمله آخر It's 6:20، ساعت 6:20 است، یا میتونید بگید It's 20 after 6، 20 دقیقه بعد از 6. تمرین B Listen and check، گوش کنید و بررسی کنید. این تمرین فایل صوتی داریم براتون میذارم و میتونید بررسی کنید ببینید که شماره این عبارت ها رو درست مقابل این ساعت ها قرار دادین یا خیر. 3.26 Time 1. Telling the time. 3.
It's 6:15. It's 6:15. 5. It's 6 o'clock. 1. It's 6:45. It's 6:45. 8. It's 6:10. It's 6:10. 7. It's 6:55. It's 7:55. 4. It's 6:35. It's 7:25. 2. It's 6:30. It's 6:30. 9. It's 3 minutes after 6. 6. It's 6:20. It's 20 after 6. توی باکسی که داریم اومده چند تا نکته رو براتون گفته. اول اینکه you can ask for the time in 2 ways. شما میتونید به 2 صورت در مورد زمان سوال بپرسید. What time is it or what's the time. دوتای این جمله ها معنیش میشه که ساعت چنده. نکته بعد For times that are not multiples of 5 we use minutes. برای زمانهایی که مضرب‌های 5 نیستند ما از دقیقه ها استفاده می کنیم. e.g. برای مثال It's 3 minutes after 6. 3 دقیقه بعد از 6. و نکته بعد When you can't be exact use about. وقتی نمیتونید دقیق ساعت رو بگید از کلمه about که به معنای حدود هستش استفاده کنید. برای مثال What time do you get up? ساعت چند بیدار میشی؟ بلند میشی؟ At about 7. حدود ساعت 7. پارت بعد که مهم هست activation فعال سازی. Cover the phrases and look at the clocks. عبارت ها رو بپوشونید و به ساعت ها نگاه کنید. Ask and answer with a partner. با یه پارتنر پرسش و پاسخ انجام بدیم. خب برای انجام دادن این تمرین از شما خواسته که به عبارت ها نگاه نکنید و فقط با دیدن تصویر این ساعت ها شما ساعت رو به انگلیسی انجام بدین. و همینطور که جلسه قبل هم روی این موضوع تاکید کردم روی این فعالیت هایی که عنوانش هست فعال سازی یا مهارت های اکتیو حتما باید شما یک محصول زبانی تولید کنید. پس حتما این تمرین رو انجام بدین و برای خودتون و اصلا هم نیاز پارتنر نیستش. نگاه کنید به تصاویر، ساعت ها رو بگین و هر کدوم رو هم بلد نبودید میتونید از جمله ها نگاه کنید تا یادتون بیاد. این قسمت تموم میشه. برمیگردیم به صفحه 28 و ادامه درسمون رو در اونجا پی میگیریم. تمرین C Communication. What's the time؟ در این تمرین از ما خواسته که ساعت ها رو بیشتر با یک پارتنر تمرین کنیم و مراجعه کنیم به صفحه 104 و 109 که این تمرین رو هم دوباره میتونید شما به صورت تنهایی انجام بدین تا اینکه با گفتن ساعت ها بیشتر آشنا بشین. پس اگر کتاب رو در اختیار دارید برید صفحه 104 109 دوباره تصویرهای بیشتری از ساعت ها میبینید که میتونید اونها رو با صدای بلند بگید که بیشتر این مبحث ساعت ها براتون جا بیفته. دیگه فقط حالت تمرین کردن داره و موضوعی نیست که من بخوام براتون بیشتر توضیحش بدم. قسمت بعد راب و جنی میت. اگر یادتون باشه توی چندین جلسه قبل 2 خبرنگار داشتیم به اسمای راب و جنی.
جنی از نیویورک اومده بود توی لندن، با راب داشت صحبت میکرد. حالا دوباره اینجا یه ویدیویی از اینها داریم. تمرین اول A. Watch or listen to what happens when Rob and Jenny meet. نگاه کنید یا گوش کنید به اتفاقاتی که رخ میده وقتی راب و جنی با هم ملاقات میکنند. What do they decide to do? اونا تصمیم میگیرن که چی کار کنن. تمرین B رو هم براتون بخونم، بعد فایلش رو براتون میذارم. Watch or listen again. دوباره ببینید یا تماشا یا گوش کنید. Answer the questions. سوالا رو جواب بدین. Why جای خالی. تمام این سوال ها با why شروع میشه. Number 1. Why is Rob late? چرا راب دیر میکنه؟ Number 2. Why doesn't Jenny like the hotel breakfast? چرا جنی از صبحونه هتل خوشش نمیاد؟ Number 3. Why is Jenny busy after 9:30? چرا جنی سرش شلوغه بعد از ساعت 9:30؟ Number 4. Why does Rob say don't worry? چرا راب میگه که نگران نباش؟ من فایل رو براتون 2 مرتبه پلی میکنم. سعی کنید که به این سوال ها خودتون پاسخ بدین. سوال اول این بود که توی تمرین A اونا تصمیم میگیرن چی کار کنن و توی تمرین B هم 4 تا سوال داشتیم و اگر نیاز داشتید میتونید بیشتر از 2 مرتبه هم گوش کنید تا قشنگ چیزهایی که متوجه نمیشین یه علامت سوالی تو ذهنتون شکل بگیره، بعد جوابها رو با من بررسی کنید. Jennifer? Rob? Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. Call me Jenny. Good to meet you too. Welcome to London. Am I late? Just a little. What time is it? 9:15? I'm really sorry. The traffic is terrible today. No problem. How are you? How's the hotel? The hotel is very nice, but breakfast isn't great. I'd like a good cup of coffee, not hotel coffee, real coffee. Okay, let's get a coffee. Do I have time? I have a meeting at 9:30. With Daniel? Yes. Don't worry, we have lots of time. The office is very near. So, Jenny, where do you live in New York? Jennifer? Rob? Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. Call me Jenny. Good to meet you too. Welcome to London. Am I late? Just a little. What time is it? 9:15? I'm really sorry. The traffic is terrible today. No problem. How are you? How's the hotel? The hotel is very nice, but breakfast isn't great. I'd like a good cup of coffee, not hotel coffee, real coffee. Okay, let's get a coffee. Do I have time? I have a meeting at 9:30. With Daniel? Yes. Don't worry, we have lots of time. The office is very near. So, Jenny, where do you live in New York? بسیار خب، من اسکریپت این مکالمه رو به صورت کامل براتون میخونم، معنیش رو میگم و بعد از اون دیگه جوابها وقتی تمام مکالمه رو دیگه بگم جوابها کاملا مشخص میشه. خب اول راب میاد، جنی رو میبینه، میگه Hello, nice to meet you Jennifer. سلام، از ملاقاتت خوشبختم جنیفر. Call me Jenny. به من بگو جنی. Good to meet you too. منم از ملاقاتت خوشحالم. Welcome to London. Am I late? به لندن خوش اومدی. من دیر کردم.
Just a little. فقط یه ذره. What time is it? ساعت چنده؟ 9:15. 9:15. I'm really sorry. من واقعا متاسفم. The traffic is terrible today. ترافیک وحشتناک امروز. خیلی بده امروز. No problem. مشکلی نیست. How are you? How's the hotel? حالت چطوره؟ هتل چجوریه؟ The hotel's very nice. هتل خیلی خوبه. But breakfast isn't great. اما صبحونه خیلی عالی نیست. I'd like a good cup of coffee. من یه فنجون قهوه خوب میخوام. Not hotel coffee. Real coffee. قهوه هتلی نه. قهوه واقعی. شاید منظورش این پودرای قهوه بوده. گفته من اینا رو نمیخوام. یا قهوه درست حسابی میخوام. راب میگه okay, let's get a coffee. باشه بیا بریم یه قهوه بگیریم. جنیفر میگه do I have time? I have a meeting at 9:30. من وقت دارم. من ساعت 9:30 یه جلسه دارم. With Daniel. با دانیل. Yeah. بله. Don't worry. نگران نباش. We have lots of time. ما زمان زیادی داریم. The office is very near here. اداره نزدیک همین جاست. که در آخرم میرن بیرون و ادامه صحبتاشونو دارن. راب میگه So Jenny, where do you live in New York? خب جنی تو کجای نیویورک زندگی میکنی؟ بریم قسمت بعد. Buying a coffee. خریدن قهوه. Look at the coffee shop menu. به منوی قهوه کافی شاپ نگاه کنید. Do you know what all these things are? تو میدونی که تمام این چیزها چی هستن؟ منوی کافی شاپ رو اینجا قرار داده. خب من فایل این قسمت هم براتون پلی میکنم تا تماشا کنید، اما دیگه به صورت کامل نمیام اسکریپتشو بخونم چون به نظرم راحت هست و دیگه اگه من بخوام همه اینها رو بخونم خیلی درسمون حالت تکراری و خسته کننده پیدا میکنه. همین که شما الان مفهومش رو بفهمید، ببینید اینا در مورد چه موضوعاتی دارن با همدیگه صحبت میکنن که احتمالاً همدیگه در این مرحله این موضوعات رو متوجه میشین، خیلی خوبه و هدفی که این قسمت براتون در نظر گرفته رو ما بهش میرسیم، چون برای این قسمت دیگه سوالی هم نیومده مطرح کنه. فقط گفته این ویدیو رو تماشا کنید و این منو رو نگاه کنید و ببینید که این آیتم ها رو میشناسید یا نه، که اینجا هم چیز خاصی نداره. اسپرسو، آمریکانو، لاته، کاپوچینو، چایی، براونی و کروسان. بعد از دیدن این فایل ویدیویی درس امروزمون تموم میشه و من باهاتون خداحافظی میکنم. Can I help you? What would you like, Jenny? An espresso, please. Single or double? Double. Can I have a latte, please? Regular or large? Large. To have here or take away? To take away. Anything else? No thanks. Brownie for me, please, and croissant. Okay. How much is that? That's $12.45, please. Sorry, how much? $12.45. Thank you. And your change. Thanks.